خوشگلا باید برقصن. موقع رانندگی به هیچ عنوان آهنگ مورد علاقتون رو گوش ندید. یافته های یک پژوهش نشون میدن ارتباط بین موسیقی، عوامل فیزیولوژیکی و نحوه رانندگی میتونه خطر تصادف رو بیشتر کنه. به طور شگفت‌انگیزی برخی از آهنگای راک، مدرن و حتی کلاسیک که شما با اون خاطره دارید میتونه حالات و روحیات شما رو برانگیخته کنه و بدترین تأثیر رو بر نحوه رانندگی شما بذاره. آمارهای این پژوهش نشون میدن که تصادفات هنگامی رخ میدن که شما در حال گوش دادن به موسیقی مورد علاقتون هستید و هرچه صداش بیشتر بشه برانگیخته شدن هم بیشتر میشه و احتمالاً خدایی نکرده زبونم لال تصادفاتتون نیز بیشتر بشه. خوشگلا باید برقصن. خوشگلا باید برقصن. خوشگلا باید